تطبیق باثمر سیاست دولتی جوانان از روزهای نخستین صاحب استقلالی در محور فعالیت حکومت تاجیکستان قرار دارد. اکثریت اهالی تاجیکستان را جوانان تشکیل می‌دهند که آنها دوام دهنده کار و فعالیت نسل کلانسال، نیروی سازنده و اقتدار واقعی پیشرفته جامعه، خلاصه آینده ملت و دولت میباشند. متاسفانه در این روند جوانان یافت میشوند که جای آنه که با کار و فعالیت منفعت‌آور مشغول شوند، دست به کردارهای نامطلوب، جنایت پیشگی زده، داغ به جامعه آورده، همزمان عمر شیرین خود را پس پنجره می‌گذرانند. گزارش نوبتی عاید بازداشت یک گروه جوانان که دست به جنایت نشعجلوبی زدند. عملیات نوبتی اپراتیوی کارمندان ریاست مبارزه ضد گردش غیرقانونی ماده‌های نشه‌دار وزارت کارهای داخلی فعالیت باز یک گروه متشکل جنایت پیشه نشعجلوب را آشکار کرد. متاسفانه گمانبران این جنایت مخصوصاً وزنین نشعجلوبی باز جوانانند. اسایف منوچهر بهردینویچ 28 ساله، رحمانزاده شهرت زیدالله 30 ساله و سفرزاده فریدون نورعلی 31 ساله ساکنان شهر وحدت که هر کدام از 2 تا 3 فرزند دارند برای صادر کردن جنایت نشعجلوبی از جانب کارمندان میلیسیا دستگیر کرده شدند. از آنکه در رفت عملی سازی چاره‌بین‌های اپراتیوی مرحله به مرحله از این 3 نفر گمانبر مقدار گوناگون واسطه‌های نشه‌دار که مجموعاً 11 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد معین کرده شد که در جنایت مذکور نفر دیگر موقع مهمی جنایتی داشته است. واسطه‌های نشه‌دار مصادره گردیده که از 3 تن گمانبر مصادره کرده شد، طبق نشانداد گمانبران منبع اساسی آن یا خود سرچشمه واسطه‌های نشه‌دار از شهر خاروخ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان تأمین می‌گردیده است. یا 2 ماه پیش شورا اومد گفت که همین ماشین اوپل دارم، تمغه اوپل زفیرا همیرا با مواد مخدر علیش کردن در کره. من ماشین قبول کردم با پرویز زنگ زدم گفتم که هم مواد مخدر در کره 2 کیلو اینا ماشین آوردگیان تمغه اوپل. گفت ماشین در کار نیست، پول در کره، پول ماشین گرفتم و فروختم 30,000 تومان. پولش با پرویز روی کردم. پرویز با من 3 کیلو چرس ای خروق روی کرد، گرفتم و در شورا 2 کیلوش 1 کیلوش خودم استعمال کردم. ماه ینور 2022 شورا با پیش ما اومد گفت که ماشین تمغه کمری دارم همیرا با چرس علیش کردن در کار. با ما باز خروق با پرویز زنگ زدم گفتم نمیخواد یک کمری آوردگیان. گفت در کار نیست، بو فروشش پولش در کار، پولش روی کرد. گرفتم کمر 60,000 تومان فروختم. پولش با پرویز با خروق روی کردم. پرویز با عوض 60,000 تومانی با من از خروق 8 کیلو نوی گشیش آورده داد. من باز با شورت زنگ زدم گفتم بیا آمد 7 کیلوش دادم شد. 1 کیلوش برای استعمال خودم گرفتم. ماهی نویابر فریدون اومده روی کرد 30,000 تومان. من با وی گرفتم 2 کیلوگرم گشیش و 1 کیلو افیون آوردم دادم. ماه ینور سال 2022 فریدون با من روی کرد 50,000 تومان. من گرفتم 8 کیلو گشیش آوردم در وحدت دادمش. 30 ینور سال 2022 مرا کارمندان میلیسیا خپیدند. مواد مخدر ما آدم افغانستان با در شغنان خریدم. هر 1 کیلوش 6,000 تومانی. همین کار من پشیمانم و میخواهم که جوانان به این کار دست نزنند.